دخترم من شلوارم پوشیدم، تیشرتم هم همینطور. اینم عوض کردم. این اسمش نمیدونم که چیه ولی فکر کنم میگن توربان. خلاصه هرچی که هست بدون ای رو سری حتی یک ثانیه هم روی سر من وای نمیستن. خیلی دوستشان دارم. خب میریم که روسریم بپوشم. توی ویدیو یکی از دخترای ترک دیدم که روسریش اینجوری بسته بود، خیلی خوشگل بود، خوشم اومد. خوشگل شد پس سندیدم جوریشم بکنم. خب دخترها من دیگه تمام شدم و زیباترین بخش یه استایل این است که من میتونم این کیف قشنگ بگیرم. چقدر کوچولو و نانازه. یم از آخرش. و اینکه گلای خوشگلم هر روز دارن پژمرده تر میشن. یه چیز نرمال است. خب گلا همینجوری نمیمانن تازه، ولی احساس میکنم ما هم دارم باشون پژمرده میشم. خیلی دوستشون دارم. خب دخترها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون آمده باشه. تا ویدیو بعدی، بای بای.